صبح خیر دوستان، بینندگان عزیز ما و همه اون عزیزانی که این لحظه ها ما رو در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب تماشا دارند. شالا گل خوجا هستم، چون همیشه در همین وقت در کنار شما، یعنی ساعت 7 صبح با وقت پراگ. امروز جمعه است، 12 اپریل و جمعه سعید رو برای یک شما عزیزان شاد باش میگم. و قبل از اون که نگاه اندازیم به خبرهایی که در دست دارم، چون همیشه از باد و هوا میگم. هوای ما در پراگ نسبت به هفته پیش سردتر باقی میماند. امروز هوا ابری و 8 درجه گرم می شود. در مسکو پایتخت روسیه هوای بارانی پیشگویی شده و حرارت به 5 درجه برابر خواهد بود. در دوشنبه هوای کم ابر در نظر است، گرمی 24 درجه را تشکیل خواهد داد. ضمناً مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان هشدار داده است که تا آخر ماه جاری، یعنی ماه اپریل، بارشات شدید باران در کشور ادامه می‌یابد و به این دلیل از ساکنان قطعاً خواسته است که به ماهیداری و شکار و جمع‌آوری زیارت‌های کوهی نروند. مسئولان مرکز هواشناسی تاجیکستان میگن که این موج بارانی از بحر میانه زمین شروع شده در مرغاب ترکمنستان شکل گرفته است. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت شروع از 13 اپریل، یعنی از فردا، تمام مناطق کشور زیر موج بارانی قرار میگیرد که بارشات شدیدی را در پی خواهد داشت. تجربه هشدارهای این کمیته برای خودداری از سفر به مناطق کوهستانی بار اول پخش نمی‌شود البته، ولی این دفعه کمیته در خود را با کلمه قطعاً افاده کرده است که به اعتقاد صاحب نظران دلیل جدیت وضع می باشد. از ضمن باید گفت که در پی بارشات شدید بارانی یک هفته اخیر هرچند تلفات جانی ثبت نشده است در تاجیکستان، اما کشتزارها و پل‌های ماشین‌گذار زیادی در مناطق مختلف خسارات برداشتند. از جمله تنها در شهر دوشنبه در 1.5 ساعت باران شدید 27 میلی لیتر آب به زمین ریخته حرکت واسطه‌های نقلیات و ساکنان را دشوار کرده بود. سفر پرزیدنت تاجیکستان امالی رحمان به شهر تاشکند ازبکستان که 12 اپریل با هدف شرکت در دومین جلسه مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی در نظر بود، به تأخیر گذاشته شد. سنه دقیق ملاقات سران کشورهای منطقه در شهر تاشکند هنوز معین نشده است، گفت یک منبع آگاه. مجلس مشورتی سران کشورهای منطقه با تشبث پرزیدنت ازبکستان تأسیس شد و نخستین جلسه ماه مارس سال گذشته در شهر استانه قزاقستان برپا گردید. آن زمان میرزیویف به همتایانش پیشنهاد کرد که همه ساله در استانه نوروز ملاقات کنند. در ملاقات دومی سران کشورهای آسیای مرکزی بررسی رشد همکاری ها در سمت‌های تجارت، اقتصاد، نقلیات و فرهنگ و اجتماع در نظر است. صدای یک شهروند تاجیکستان با نام عبدالاحد نظرف که پیشتر سالها در روسیه مهاجر کاری بود، اکنون از سوریه از بازداشتگاه نیروی مخالف رژیم بشار اسد بلند شد. خبرگزاری رویترز روز 10 اپریل گزارش را درباره نظرف نشر کرد که خود را به رزمندگان کرد در سوریه تسلیم کرده است و در یکی از بازداشتگاه‌های نیروهای دموکراتی سوریه قرار دارد. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند از بازداشت عبدالاحد نظرف در سوریه خبر نداشتند. در گفتگو با خبرنگاری رویترز نظرف میگوید به دولت اسلامی سوگند صداقت نداد، برای همین او را چند دفعه زندانی کرده بودند. او در این مصاحبه میگوید 3 بار تلاش فرار از حدود تحت نظارت دولت اسلامی را کرده است ولی بازداشت شد. عبدالاحد نظرف در این مصاحبه میگوید میخواستم عبور کنم، حکومت تاجیکستان از این باخبر است، گفتند بیا تسلیم شو، ما تو را عفو میکنیم. یک منبع در مقامات انتظامی تاجیکستان دیروز به رادیو آزادی گفت در واقع عبدالاحد نظرف از طریق خویشاوندانش برای بازگشت به وطن مراجعت کرده بود ولی روز دقیق مراجعت را یاد ندارد. با گفته همصحبت ما معلوم نیست که اون زمان او در صف داعش بود و یا نه. همصحبت ما گفت که نظرف آخر سالهای 2015 از روسیه غیب زد و اول سال 2016 پس از تماس‌های او با پیوندانش مقامات معلوم کردند که وی در سوریه است. عکس‌ها و دیگر دلیل‌ها پیدا شد که واقعاً او در صف داعش قرار دارد. نسبتش ماه فوریه سال 2016 بر اساس ماده زرخریدی و شرکت در جنگ‌های مسلحانه خارجی کشور پرونده جنایتی باز شد، گفت همصحبت ما. باید گفت که عبدالاحد نظرف در این صحبت میگوید که در مسکو راننده تاکسی بوده است و ماه گذشته در شهر باغوز تکیه‌گاه آخرین داعش در سوریه خود را به رزمندگان کرد تسلیم نموده است. مقامات تاجیکستان سال 2014 اعلام کردند نفرانی که عضویت در داعش هستند و پشیمان شده اختیاراً به وطن برمیگردند
عفو میشوند. شرط هم این است که اگر این نفر در جنگ ها شرکت نکرده باشد. ضمناً رویترز می نویسد که مصاحبه در اردوگاه رمیلین زیر نظر اعضای نیروهای دموکراتی سوریه که از رزمندگان کرد عبارت از صورت گرفت و گفته های رویترز نمیتواند درستی گفته های این بازداشت شده ها را ثابت کند. و در این ردیف توفا اسکندر و وکیل محله بیناکاران شهر وحدت در صحبت با رادیو آزادی گفت که از حضور این جوان در سوریه 4 سال پیش خبر یافتند و گفت قبل از سفر به روسیه این جوان با گناه افباشی 1 سال زندانی شده بود. و طور ما پیشتر هم خبر داده بودیم بعد ظهور گروه دولت اسلامی در سال 2014 بیشتر از 1900 نفر شهروندان تاجیکستان به سوریه و عراق رفته به صف گروه‌های تندرو و تروریستی از جمله دولت اسلامی پیوستند. صدها نفر از آنها در این جنگ‌ها هلاک شدند و سرنوشت آنها هم که زنده ماندند معلوم نیست. و اگر شما بینندگان عزیز می‌خواهید درباره عبدالحد نظرов معلومات بیشتری پیدا کنید پس بروید به آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب که ما دیروز در این باره در برنامه خبری برای شما معلومات داده بودیم. نمایندگی های رسمی تاجیکستان در روسیه به تحقیق لطوکوب مجری توجی کریم خان تقصیرفی 40 ساله و پسری او آغاز کردند. نزدیکان تقصیرف گفتند که او شام 7 اپریل در ناحیه پرونایسکی ولایت ساخالین از طرف 2 نفر لطوکوب شده است. پزشکان وضع سلامتی تقصیرف را وزنی ارزیابی کردند. وضع سلامتی پسرش مبارک تقصیرف معتدل گفته می شود. ابراهیم احمدов سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفت از حادثه خبر دارند و جدی آن را پیگیری میکنند. مبارک پسر کریم خان تقصیرف در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت پدرش از حالت کوما یا بیهوشی بیرون آمد اما هنوز گپ زده نمیتواند. و نقل کرد که بر سر پدرم با آرماتور زدند، خون زیادی را از دست داد، تقریبا 8 ساعت در روی میز جراحی بود و طبیبان گفتند که سرش ضربه سخت دیده و به احتمال بیشتر از گپ زدن و بهتر شدن احتمالاتش کم است. مبارک گفت هنوز ضد حمله‌وران به دوستانی شکایت نکردند و کریم خان تقصیرف ساکن شهر دوشنبه بوده 6 سال باز همراه خانواده‌اش در روسیه کار و زندگی میکند. به قول نزدیکان وی به تعمیر و بنیاد منزل در روسیه مشغول بوده است. اکنون نگاه می‌اندازیم به خبرهای جهانی بینندگان عزیز، اما یادتان نرود من در آخری صحبت حتما درباره قرب اسعار خارجی در بانک‌های تاجیکستان برای شما معلومات میدم و پیش میگم که قرب روبل روسی نظر به چند روزی پیش اندک بلندتر رفته است و امیدوارم که تا آخر صحبت ما را تنها نمیگذارید. وزیر دفاع سودان گفت که پرزیدنت عمر البشیر برکنار و به حبس گرفته شد. این تحولات در پی 4 ماه اعتراضهای مردم ناراضی از حکومت عمر البشیر رخ میدهد که 30 سال اخیر در سر قدرت بود. ضمن سخنرانی در تلویزیون روز 11 اپریل عواد ابن عوف گفت که بشیر بازداشت شد و در یک مکان امن نگهداری می شود. او گفت که شورای نظامی تأسیس حکومت دوری گذار را برای 2 سال نزدیک و تا زمان انتخاب پرزیدنتی بررسی میکند. بشیر را برای راه دادنش به جنایت‌های مثل نسل کشی در منطقه دارفور دادگاه بین‌المللی گاگا مورد جستجو قرار داده است. اظهارات مذکور در شرایط صدا داد که 10,000 مردم در مرکز پایتخت سودان شهر خرطوم با شعارهای رژیم سقوط کرد راهپیمایی میکنند. گزارش‌ها حاکی است که نظامیان مؤسسه‌های کلیدی شهر را تحت نظارت گرفته در دفتر جنبش اسلامی زیر نظر بشیر که حزب حاکم ارزیابی می شود رید برپا کردند. در یک خبر آژانسی دولتی گفته شد که تمام زندانی‌های سیاسی آزاد می شوند. در شهرهای شرقی پورت سودان و کاسالا شاهدان گفتند که صدها اعتراضگر دفترهای خدمات اکتشافی و امنیتی سودان را حمله کردند. اعتراضات ضد بشیر 4 ماه پیش شروع شدند. سال 1989 در نتیجه یک کودتا سر قدرت آمد و دوام 30 سال اخیر رهبری این کشور افریقایی اکثرا مسلمان نشین بود. اعتراضات نخست از نارضایتی اقتصادی و بالروی نرخ‌ها شروع شد و به زودی به اعتراضهای ضد حکومتی تبدیل یافت. پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو روسیه را برای به اصطلاح تحریم بر ضد محصولات بلاروسیه تنقید کرده اشاره کرده است که امکان دارد صادرات نفت روسیه به کشورهای اروپایی را متوقف کند. روز 11 اپریل در شهر مینسک لوکاشنکو گفت که روسیه بازارش را برای یک عده محصولات بلاروسی بسته است. لوکاشنکو میگوید روسیه مورد تحریم کشورهای غربی قرار گرفته است ولی در عین زمان همین اسلحه را بر ضد بلاروس استفاده میبرد.
روز 10 اپریل روستل خوزنادزور یعنی اداره نوزیر امور کشاورزی اعلام کرد که ورود سیب و نوک بلاروسی را منع میکند. این اقدام در حال پیاده می شود که مسکو از بلاروس همایشی بیشتر با روسیه را تقاضا دارد. اخیراً لوکاشنکو بالاروی نرخ مواد سوخت روسیه را تلاشی مسکو برای دست کشیدن بلاروس از صاحب استقلالیش ارزیابی نمود. در جلسه 11 اپریل لوکاشنکو به حکومت فرمان داد که در حال ضرورت به ترمیم لوله‌های انتقال نفت آغاز کنند. و به گفته رهبری بلاروسی این اقدام صادرات نفت روسیه به اروپا توسط بلاروسی را متوقف می‌کند. مقامات در ازبکستان اتهام سازمان بین‌المللی امنستی اینترنشنال را درباره با خطر شکنجه روبرو بودن سابق دوستان کلی این کشور رشید جان قادیروف را رد کردند. قادیروف در بازداشت بوده. در جنایت‌های مربوط به فساد گمان برمی شود. در یک اظهارات دوستانه کل ازبکستان از 11 اپریل گفته می شود که در پی آزمایش طبی در جریان تفتیشات انجام شده به چنین خلاصه آمدند که سلامتی قادیروف در شرایط بازداشتگاه نگهداری شدن او را اجازه می دهد و در بدن او هیچ آثار زخم دیده نمی شود. شروع از ماه ینوری سال جاری مرافعه دادگاهی قادیروف 67 ساله در تاشکند پشت درهای بسته جریان می گیرد. قادیروف در گرفتن پاره، از خودکنی، بیرون رفتن از صلاحیت‌های خدمتی و جنایت‌های دیگر گمانبر دانسته می شود. روز 8 اپریل در یک اظهارات امنستی اینترنشنال از پرزیدنت شوکت میرزیویف تقاضا شد که حقوق قادیروف و 12 گمانبر دیگر حمایت شده. این نفران از خطر شکنجه و دیگر نوع‌های بدرفتاری حمایت شوند. سازمان با استناد به چند منبع معتمد گفته است که قادیروف را در بازداشتگاه خوابروی نمی‌مانند و شکنجه می‌کنند. بازم برمیگردیم به موضوع مربوط به تاجیکستان. طوری هم وعده دادم یک پژوهشگاه آمریکایی که عامل‌های صلح و امنیت و تهدید به آن را تحقیق می‌کند میگوید با وجود کم شدن عامل‌های بی‌ثباتی تاجیکستان یک کشور شکننده باقی می‌ماند. گزارش‌های قبلی همسان را مقامات تاجیکستان همیشه رد کردند و تنها بر عامل‌های بیرونی خطرزا تاکید نمودند. جی میسنر مدیر بنیاد صلح که در واشنگتن قرار دارد روز 10 اپریل ضمن معرفی شاخص در شهر ژنو گفت تاجیکستان همراه با ازبکستان و ترکمنستان در بین 20 کشور قرار گرفته است که عامل‌های بی‌ثباتی‌شان بیشتر از هر کشور دیگر کم شدند. این زمان به گفته او سیاست‌های فعلی این کشورها آینده آنها را ناروشن کرده است. این در حالی است که رئیس جمهوری تاجیکستان امالی رحمان در چندین جشن و همایش‌های اخیر از آرامی و پیشرفت کشور پیام داده شهروندان کشور را به زحمت کشیدن برای بنیاد آینده بهتر و شکوفا دعوت نموده است. اما جی میسنر افزود کشورهایی که نشان دهنده‌هایش بهبود یافته است همچنان خودکامه پوشیده و سرکوبگر میمونند. حالا معلوم نیست که بدون تغییرات بنیادی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تمایل بهبودی در این کشورها ادامه میکند یا نه. بنیاد صلح بر اساس 12 نشان داد معلوم میکند که کدام کشور زیر فشارهای گوناگون است و احتمال دارد در آن ناامنی و یا مناقشه سر بزند. پیشرفت اقتصادی، ناراضگی‌های گروهی، رعایت حقوق انسان، فشار دموگرافی، مشروعیت حکومت، فرار مقصود چندی از نشان داده است که ضمن آنها به آسیب پذیری کشورها بها داده می شود. مقامات تاجیکستان اساساً موجودیت فشار دموگرافی را در کشور اعتراف و همه عامل‌های دیگر را رد می‌کنند. تاجیکستان در شاخص کشورهای شکننده در بین 178 کشور در مقام 65 قرار دارد، ولی در این شاخص کشور هر قدر بالا باشد همان قدر زیادتر عامل‌های بی‌ثباتی دارد. و اکنون رو میاریم به قرب اسعار خارجی برای امروز که از سوی بانک ملی تاجیکستان تعیین شده است. به همین ترتیب $1 9 سومانی و 43 درم، 1 یورو 10 سومانی و 63 درم و 1000 روبل روسی با 146 سومانی و 20 درم خریده و فروخته می شود. یعنی روبل روسی نسبت به 2 روز پیش 1 سومانی بلندتر رفته است. و با سپاس به یک شما برای همراهی که تقریبا 15 ساعت ما رو تماشا کردید. شالوگل خوجا بودم در خدمت شما عزیزان و فراموش نکنید همه شما رو من در تقدیم سرخطهای خبرهای روز بعد از تقریبا 3 ساعت دیگر منتظر میشم و همین گونه برنامه جالب خبری نیز در پیش است که ساعت 1 به وقت پراگ تقدیم می شود. و سپاس میگم به همه اونهایی که تا این لحظه ها با تلفن رادیوی آزادی و آزادی ویدیو خبر و ویدیو و عکس میفرستند و ما تلاش میکنیم که این مواد شما رو با تدریج
در برنامه خودمان استفاده کنیم. با امید دیداری بعدی، خدا نگهدار و روز خوب داشته باشید.